اوه آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. میلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته‌های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخی همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم با خدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفتم که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سر ما بیرون نکن. بپرس چهره چی تو؟ دست حقزنی ملیسه رو بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدول زده دید بگم که با آتلا زور بشه. سر بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغاب. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغاب. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغی سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با اون خانه رفت؟ آها در آخر اشاره یافتم. چوکر هستی؟ سردارم بینید زاغی سیاه رو دستگیر کردم. بینید با شما زاغی سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یگان دلیل داری؟ ها؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه با خدا دیگه سیاهتر شنه یافتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس بطای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. یگان سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جد نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگر رفته در خانه‌تون خواب. او لالا ماما میا این در خانه بیا. خانه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. او لالا ماما میا این چی گفتی سر؟ دیونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاقته. خوراک های ما رو بسیار یاد کردی ها؟ در آنجا هم همین خیلی خوراک ها هست اما مانند اینجا نه. حتی اینجا بوی پامیدور دیگر است. سمی از همه بسیارتر به فکر موشی پلاو رو یاد کردی ها؟ بله راست میگی. بسیار هم پزمان شدم. همین آدم نمیرسید. از آمدهش مرا ناآرام ساخته است. پنیر. درباره پنیر در بین شما چی چیز هست که ما نمیدانیم؟ بله من هم نمیدونم. زورا فهمون. نفهمون. بیا در این باره گم نزنیم. البته که میفهمونم. ما در وقتی مکتب خونیم بعضا با پنیر خوریم میرفتیم. سمی اون وقت از پنیر نفرت داشت. ما با سیلین میخوردیم و سمی نگاه میکرد این چی خوراک است که شما میخورید؟ بله با من مطمئن نیست طاقت خوردن اون رو ندارم. حتی یگون کس در نزد من خورد با این هم طاقت ندارم. بیامون اینا من در روی برویت خورده ایستادم کو. تو در اصل تیز رو دوست می داشتی خوردن نمیتوانستی ای رو قبول کن. خیر میلش ما باشیم با سلین شرط کردیم که کسی که به سمی پنیر خوراند خونه رو تازه نمی کند. شما بلوچه خیر کنی دوام ده؟ اینها کو از قفای من یک مو کوشش میکردن که پنیر خورانند. میدویدیم آخر تو پنیر نمیخوردی که بعد به سر من یک فکری عالی جناب اومد. با فروشنده مکتبمون گپ زنم کردم که هر روز در داخل گامبرگر سمی یک پرچه پنیر میگذاشت. بعد چی شد؟ یک نونی کلان رو گرفته بعد فرو برده ایستاده بود که یک نظر کرد و مزه‌اش رو فهمیده. باز یک گازه دیگر گرفت و گفت که دخترها
این مازش به پنیر مانند است. سرخ سرخ شد و داد زد. آی دلم سوخت. دیلت نسوزد. خیر به همین خاطر شرط را بریده وظیفه خانگی را سلین کرده. تو بالا چه باش؟ اینه همین خیل شده پجان. بس است. بعد تمام روز همون خل سرخ سرخ گشت. ای مگر به همین بچه خیل کار کردن راست میاد؟ شیرینکی منو جونی. خانم عیب است آخر عیب میدونید این آدم را یگان کار کردن لازم. زهرا تو با من نگفتی سمی اساسا با شما چی میشود؟ زهرا تو مگر سمی را با داماد شناس نکردی؟ البته شناس کردم بابا جان، اما زیا باید به مسجد می رفتن. از همین سبب وقتی صحبت کردن نداشتن. من یک دوست بی نهایت عزیز با نام الفت شاه داشتم. خداوند رحمتش کند. آمین. الفت شاه بسیار بر وقت از دنیا گذشت. وقتی که سمی بسیار خرد بود او از این دنیا رحلت کرد. از همون دوست عزیزم سمی برای یک کودک ماندنش برای من یگانه تسلی شد. از اون روز این طرف در زیر دستی من است. اماکی اکرم مانند هر دفعه بسیار خاکسارانه رفتار کرد. بعد پدرم را از دست دادم. با من صاحبی کرد، به وای رسوند. خانم مرا حقش در بالایم بزرگ است. اگر امروز من در یگان جا باشم از خاطر اماکی اکرم است. حقت رو چی خیل می سپارم. یعنی یگان رشته خویشاوندی هم نداشتم. تو به همون هم همه وقت در داخل اویله ما بودی. سلامت باشید. خیر اکنون با من اجازت جنابان. معلوم به کجا دوملو؟ با مسجد جناب نماز است. خدا قبول گرداند. خوش آمدید دوملو. سلامت باشید جناب. آمین. یک بار دیگر تشکر. من تو را گسل کنم جان؟ نه لطفا تو با مهمان یک جایه باش. مالش شب خوش. تا بازید. شب خوش عزیزم. شب خوش جانم. به من هم اجازت. وقتی داروخوری هم آمد باز کمی استراحت میکنم. براحت باشید. اشتهای تمام. شب بخیر پدر. شب خوش. در یک روز چند بار با مسجد می رود؟ 5 بار. هر روز؟ یک روز یک شنبه. هر روز. خیر چی؟ امشب با یگان جا تماشا رویم ما؟ فکری اولی جناب. از شهر کمی دور شدیم، بعضی جایها رو فراموش کردیم و مانند دوره‌های گذشته وقتی خوش میگذرونیم. حالا جوانت برآمده استراحت کنید، تماشا کنید. مانند ما در خانه میشینید. البته سمی جان، حالا تو جوانی، زن نداری، رفته استراحت کردن گیر. اگر مثل من زنگیری از استراحت میمونی. به جایی های اولی جناب شده است. بعد از رفتن تو این شهر بسیار تغییر. اگر پگاه شب تماشا برایم چی می شود؟ تو مانده شدی، من هم کمی خواب دارم. بر وقت باید بیدار شوم. یعنی بازی رو غیرمون میکنیم؟ ای سمی جان، شاید این کار به دامولای زهرا پیسند ناید. تو هم التماس زهرا را بفهم در این حالت. چرا پیسند ناید؟ این چه علاقه دارد ینگه؟ زیاد به این خیل کارها دخالت نمی کند. زهرا جان، من خوبی تو رو فکر کرده این خیل میگویم. آدم در نتیجه دومولو است. یک نمیگوید، دو نمیگوید، در سیومش انگشترین رو برویت میپرتاید. اینقدر هم نفهمیدم. چرا انگشترین رو برویم پرتاید؟ چه علاقه دارد؟ مادر چرا این خیلی میگویی؟ دومولوزیو اینقدر انسانی دلسنگ نیست؟ یعنی اما تو هم از دومولو اجازت میگرفتی؟ یعنی با تو رو جنگ نکند که با این خیل جایی ها رفتی؟ با خدا جنگ کردنش ممکن، یعنی در نتیجه این خیل کارها انقدر با او پیسه نیست. تا کجا خاموش میسته داخل. هر کس آخر تا جای صبر میکند، یعنی کاسه صبرش لبریز میشود. این زندگی شخصی من است. به هیچ کس علاقه ندارد ینگه جان. مایلش سمی جان، پس میرویم. من یک بار سلین رو هم دعوت میکنم. عالی جناب. سلام آقای پلیس. از اکم یگون خبر آوردید؟ اکاتون درباره اکاتون متاسفانه یگان خبر به من نرسیده است. من در این جاها خانه کفته استودم. از شما یک پرسم گفتم. تمام، در خاطر میگیرم. یگان خبر اگر شد به من خبر رسانید. اینطور باشه یک لیموچه دم کنید، من اینجا میشینم. دلم سیخه، نمیدانم چی کار کنم. دلم سیخه.
майлаш инро мебинам. раҳмат, боз биёед. устод пеш аз баромадан як савол пурсам. ҳиҷриҷон, саросемам. устод патинкаи маро дуздиданд. гӯш кун ҳиҷрӣ. чӣ? патинкаатро? устод патинкаам нест. ҳиҷрӣ, наход дар хонаи худо патинкаатро дузданд. аммо намедонам устод. оғоз ба ин мадад кун, ягон патинка ёбад ягон ҷо боз хунук нахӯрад. ҳиҷриҷон, каме диққат кардан дар кор. узр мепурсам устод, маро бубахшед. патинкаот куҷо шудан ака ҳиҷрӣ? намедонам, дар ҳамин ҷо монда будам. он тарафро бинем. худо аз касе ки патинкаҳои ҳиҷриро дуздидааст розӣ бошад. аз як савол халос шудем. устод, устод интизор шавед. савол пурсиданӣ будам, рафтед устод. ё худоё, ҳиҷрӣ, магар ман мегурезам? пагоҳ мепурсӣ саволатро, пойи лӯш медавӣ. саволат бисёр муҳим аст. устод, рӯзи гузашта гуфтам ки савол напурсам, ба худо то саҳар хобам набуд, бисёр хавотир шудам. бепурсе. устод, ҷилоаи тақдир, саволе ки аз шумо мепурсидам ба сарам омад. патинкаамро дуздиданд. устод, касе аз масҷид патинка дуздад дузахӣ аст? не ҳиҷрӣ, ту аҷоиб инсонӣ. навис, агар шароити он шахс вазнин бошад, эҳтиёҷ дошта бошад, ягон гуноҳ нест. агар шароиташ хуб бошад, ин бисёр гуноҳи вазнин аст. ӯ бояд ки дар рӯи лой 1 соат роҳ гардад. дар рӯи лой роҳ мегардад? тез аз ин ҷо рав, хунукат мезанад, бемор мешавӣ. ман рафта як бори дигар кобам патинкамро устод. худованд ин мушкилро ба сари ҳеҷ кас наорад устод. рав. худо розӣ бошад устод. саломат бош. ин писар шӯхӣ мекунад ё гапи ҳақ мезанад, ба худо ки нафаҳмидам. намик лаваше бисёр ғамгинам. намик мебароем. куҷо меравем? алло селин, дар куҷои чанд соат шуд ки ҷустуҷӯ дорамад? ой, узри зиёд мехоҳам, телефонамро беовоз монда будам. ба корхонаи қаннодии шумо омадам. дилам каме ширинӣ хост. лекин офарин селин, магар аз ин қадар роҳи дур барои ширинӣ ба коргоҳ рафтӣ? ҳай, чӣ кор кунам? дар ин маҳаллаи шумо шириниҳои бисёр болаззат мекунанд. маъқул шуд. ҳай майла, шаклан маро гӯш кун. мо бо самиву мелис ба маркази дилхушӣ рафта истодем. биё, ту ҳам дилхушӣ мекунӣ. майлаш азизам, ҳамин шириниҳоро гирифта меоям. тезтар биё селин ҷон, боз дер накунӣ. майлаш зуҳруҷон, шумо равед, ман либосамро иваз карда меоям. майлаш, хайр. то боздид. хай. ассалом хонум селин, сиҳат ҳастед? худоё, чӣ хел тасодуф. чӣ хонум селин, ягон кори бад аст? ту кай аз ман дур мешавӣ? селин ҷон, бо ин гапа лементи оддиро дар назар дорад ё лементи полисро? даматро гир. не, ман яъне
شخصی هستم که هیچ وقت از پشت وظیفه هم کتگی نمی کنم. از همین سبب من پرسیدم. از من دور شو. نامیک این همان دختر نیست؟ همون است. خانم سلینه، آیا خانه تا یمو که از خوزگاری آمد یا که خریدار کم است؟ دوستانه یک مصلحت لوین جمعی سلین برابر لوباف. چی خیل فهمیدی؟ گم شو از نزدم دیوانه. شب بخیر خانم. این چرچشم اگر ناراحتت کرده باشد گپ زن برداریمش. بچه چی خیلی گپ زنی های؟ بردار نکی که می بردار سنگی نه می بردارم. فهمیدی برادر؟ فراموش نکی که رو پروی تو ملیته استودگه با نام لوینت. تو مرا تعظیم میکنی؟ ها؟ ای برادر این چیز نروش میگوین. حاضر در دستات میزنم بعد احوالت میبینم. اکا با کارمند ارگان شوخی نکن. با این آهنک چی خود نمایی داری؟ آقا درست میگوید او مرا ناراحت کرده استوده است. این آهن را به دستان خودت ببند و مرا از خودت نجات بده. این سرداری مافیا از تو دیده انسانی خوبتر با معرفت تر است. خانم من سردار مافیا نیستم، صاحب کارم. لطفاً خطا نفهمید، خواهش میکنم. تو چرا گپ رو نمیفهمی ها؟ چرا از قفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمید میلش سلین، مادامی که این خیل میخواه من دیگر از پشت شما نمیدوم. رای من تو از این پس جدا شد. بخدا لوین تا پد بدید که सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों اگر خواهید تا مکان زیستتان برده میرسونیم. تشکر. من خودم ماشین دارم، خودم میرم. میلش شبهای خوش. जाने ही तो जिसका निशान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो صدقه عشق باکی مکلد. خدا من کرد کرد. با این وزی دوست داری من خیل میکنی سله. آتش عشقت را که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پوفش کردی. روی همه یاشی خاصی ها این روزشی ها لبه خطی عاشقی. ای خانم سلن دل مازی میکفه خدمت دارده میکشم. آسیاب بنابت های یکی ما در نوبت نمیرسم. برای بابایم هم بسیار خوب شد آمدنی سمیه و بسیار خوشحال شد. ندانم. جانکم لبای جونم. زهرا به تو درباره ذوق سیاه یگو چیز گفت؟ نه چرا؟ نه هم تو خواطر شدم. عجب ما هم با آنها به مرکز دلخوشی می رفتیم. خیلی خوب می شد. از روز اول سمی رو هم رنجاندیم. با همراهی تو کی به وقت خوشگذرانی رفتیم؟ عزیزم بسیار ماندم. یعنی خوبشون که در خانه ایستیم. خیر نباشد من با تو یگان خوراک تیار کنم شاید گرسنه ماندی. نه این شب من خوراک نپزم. تو راست میگویی؟ اوه حالا بسیار چیز میشنوی خانم علی. در نبودن تو در آشخانه بسیار هم آشپزی ماهر شده. نه خود البته مخصوصا در پختن تخم بریان. امشب در منوی ما تخم بریان. خیر نباشد تیار کن و بخوریم. شوهر عزیزم شام بخیر. خوش آمدی داماد. بیا شام بخیر دوملوزیو. شام بخیر. من در اصل نزد زهرا آمدم. دوملوزیو سمی عروست رو برد. برد چی معنی دارد؟ این زن چی خیلی گپ میزند؟ بخشش خانم طولی نجب و آقای سمی دکتر رو کجا برد؟ پسرم بسایی رو گشت بر آمدن هیچ کجا نرفتند. به فکرم به تو گفتن رو فراموش کردن. شاید اگر خواهی تو هم رو زهرا بسیار خورسند می شود. خیر میلش من شما رو بسیار ناراحت نکنم. شبتون خوش. سپاکوینی نوچ. گود بای. شبی خوش. سلامت باشید.
بای همین ریش من هیچ نبرآمد. زهرا تو دملازیو رو تلخ کف میکنی. کلا در اینجا پسری دانشگاه خواندگی مونده مگر با تو نظر میکردن؟ هم پسری زیبا با حالت نگه با من چی شده استاده است؟ حاضر دلم میکفد. الو خانم زهرا، شما در کجا میگردید؟ مایلش جونم. خیر دملوتا بازید. بای بای. دملوزیو هم میآید. اوه یک نمایشی عالی جناب. رقص ما رو انتظار نگوی. زهرا لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. چی بوده است؟ شما یعنی تو با داملا چی شده است با ما؟ مگر بین شما یگان موافقت موجود است؟ گوش کن خطا نفهم، تنها از خواطری هم پرسیدم. سمی جان اگر به اطرافت با دقت نظر افکنی در کائنات همه چیز برای پره کردن یکدیگر آفریده شده است. نفهمیدم. خیلی میفهمونم. به فکر من برای مناسبت مکمل طرفان نباید که به یکدیگر موافق باشند. چرا؟ چون که گوناگونی بایگری است. تنها با این راه یکدیگر را پره میکنند. مانند یکدیگر این مثل آهن ابو است. این سخنها را این دامولو به تو نشان داده است؟ چه علاقه داره سمی؟ بیایید این گپا رو مانیم به درون داریم. مرحمت خانمان. اینجا با تو معقول شد؟ زیباست اما چه نیتونه؟ وای من نکن سمی. وای من نمیکنم، لباس هایت بسیار زیبا در بین همه دیگر خیلی تو. تشکر زیاد. با خدا راستش رو گویم وقتی که تو رو دیدم بسیار در حیرت موندم. وقتی که من رفته بودم تو مایده بودی. آنقدر هم نیست سمی. ها میخیل دخترها مانندی دوره های گذشته شده میخیلی اینها رو یک طرف نگذاریم و تمام میدیم. داملا هم آمد. اکنون همه پره شدیم. سیاه در اینجاییم. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام بابایشون. خوش آمدی. خوش آمده. دخترها یکون کس دستشویی می رود؟ نه جونم. سورا بیا رقص میکنیم. خفه نشو سمی، بسیار مونده شدم. سورا روز خورسندی همون رو دریا داری؟ رقص کرده بودیم که تمامی مکتب حیران شده بود. فهمو تو امروز خواهش نداشته ای؟ الیس رقص میکنیم؟ البته. رفتیم. سلین رفتیم. تشکر زیاد خانم زهرا. برای چی؟ یعنی برای مسئولیتتون رو دونسته با سمی رقص نکردنتون. خواهش میکنم. او بسیار شناسی کنتون است. نفهمیدم. این سمی احمق رو وای سمی رو میگویم شناسی کنتون است. بسیار دستی کهنه امان است. سمی، میلیس و ما در یک مکتب میخوندیم. پدر سمی در شرکت بابایم ادوکت بود. بر وقت وفات کرد. بعد بابایم سمی رو سرپرستی میکرد. او رو به خارج فرستاد. چه تمامی عائله رو دست میدارد یعنی؟ نفهمیدم. میگویم که عائله‌تون نگاه بین کرده است بسیار رفتار خوب است. این دفعه کارت مشکل است ای بچه. این سمی مانند چقدر ارسوس نیست. این بین رقص کنی هایش رو بین. من با تو اگر ناراحت شده باشید میتوانیم رویم. خوبم. باوری دارید؟ باوری دارم خوبم. یعنی برای من هم دیگرگونی شد. من تو یکون خطای این سمی رو نیفتم اگر راحت میکنم.
شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همه همسایه نسخری رفته ایسته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک در آمده یردم تیم، یکون لالی نوشته باشه، یکون کاسه باشه یردم کنم. اگر گویی یردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردونم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من مودم اندک مندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهانه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی، فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. به من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسیز خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. به شما هم شبی خوش. سیوال، چرا با این قدر ناحرمتانه رفتار کردی؟ و تو چی کرد؟ چرا به رقص نامده؟ با خدا امشب با فکرم آنقدر خواهش ندارم خانم فکر نکنید با زور رقص نکردید، اقلا با من رقص کنید. ما اکنون رقصمون رو در تویمون میکنیم خانم ملیس. گپ های دومالو رو ببین. اوی زهرو، رنگی چشمم تماما ریخته است. کنی بینم؟ کمی ریخته است اما معلوم نیست. من این طبیع ساده نمیتوانم. رفتیم توزه کنم. چی؟ دستشویی میروید؟ بله عزیزم، من هم میروم. مالش جانم روید. دومولا خوب که اومدید. میگویم که در سرمون دومولا بودنت خوب است. معلوم در اینجا شیطان ها بسیار. بله پیر شیطان توی. مگر من تو رو با زهرا تنها میگذارم؟ احمق. سلامت باشد آقای سمی. شما هم اکنون اعضای این عائله حساب میشوید. یعنی اگر قبول کنید یکدیگرمون را آقا گفته خطاب نکنیم. اگر قبول کنید من شما را سمی گویم، شما مرا زیا بگیرید. یه شوخی؟ البته سمی. با انگشت زهرا انگشترین انداختن اینقدر آسان است برای دومولا عموما. تو چه حیله‌ای داری اما میبینیم. ای بچه این حریف را بین با خنده این دیگر یک بدهونش میزدم و دومولا نترسی، شربتی میوه است. پرگپ، به خدا پرگپ است. بسیار هم شبی زیبا بود. یاد کرده بودم. خوب کردی که اومدی سمی. بیاید اکنون به خانه داریم. سمی هم مانده شد خواب میکند. چه خیلی خوب کردن. این احمق در اینجا میماند یا مشکلی دیگر؟ جانم اگر خواهی تو هم خوب کن. در اصل از پشیمو بیخوابی کشیدی. سحر باید بر وقت بیدار شوی. این پشه در اینجا خواب کند مرا چه خیلی خواب میبرد. زهرا کمی صحبت کنیم. البته. زیا جان، از شنا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به حد شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه مانان دستت رو گرفته. من دوملا گوش میکنم. این چه خیلی ویدو همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشود آخر این چی رفتارد؟ هنگام رفتن دست میبردارد. دوملا اویسته میشنود آخر. شنوه شنیدن گیرد بس بودگیست آخر. چقدرش رفت سمیهش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگناهیم. دوملا استغفرالله. دوملا استغفرالله. ایبرو نمیدونید مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله دوملا. حاضر از هوش میروم. از هوش روی رفتن گیر. اگر من تو رو دارم آمد از همین تو رو دارد. این چی گپ خودش؟ گوش کن خانم زهرا، 100 بار گپ زدیم. من یک دوملا هستم، تو هم فاتح شده ای من هستی.
ای این خیلی رفتار با تو نمیشه. اما داملا او دوستی نزدیکی من است. من کسم دوستی نزدیکی تو رو با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکنه؟ مگر من نمیدونم؟ داملا مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمیکردیم کو؟ مناسبت نمیکردیم ها؟ یا اینکه شما با من رشک دارید؟ تو چی میگویی؟ چه خیلی رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر تو فاتحه شده من هستی. این خیلی هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دوست دختری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو بر رفتار باید کمی دقت کن. این خیلی نمیشود. چه خیلی اون سمی به شرم با تو نظر کرد با ما معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر من مقصد جوانان رو میفهمم میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم داملا. آفرین. داملا؟ لبای داملا من چی ها گفتن شما رو تخمین کرده نمیتوانم. اما سمی دوستی من است. دوستی اویله ما حساب میشود. یعنی تنها دوست میگوید؟ یعنی دوستمون دوستی پیشینم دوستی اویلویمون است. پس شما چی رفتار کردنتان رو میدانستگیستی؟ برای مرا فهمیدنتان تشکر زیاد. شبتان خوش. تو تنها در سرت خیال کرده پت کن وقتی که با دختر روبرو شدن به دهانت آگل به عقل تو حتی جای خوب هم نداره کلتکل است. ای برادر در اصل این دختر به ذوق سیاه حیران است. نه این دختر با اون بفهم نظر نمی کند. گرچنده که ما چی دخترها دیدیم نظر کردیم. ای عصبی نشوی. ای ذوق سیاه در ای تو رسید. ذوق سیاه؟ شما ذوق سیاه؟ خانم زهرا خواب نبوده؟ ناراحت نکردم انشالله؟ خواب نبرد مرا. بیدار بودم. اگر خواب هم میبرد در خواب هم میدیدم شما را. خواب در کار نیست حقیقت در رو بروید. از هیجان چیزی گفتن نتوانست ایستادن. این خوب باشد یا حقیقت؟ خانم زهرا امروز شما را کمی غمگین دیدم. یگان مشکلی دارید مگر با من فهمانده میتوانید؟ شما مرا پی بردید؟ مرا در کجا دیدید؟ نه در مرکزی دلخوشی دیدم. شما هم در اونجا بودید مگر شما رو من ندیدم؟ می بودید میدیدم. یا اینکه شما را دوست داشتهتان میرنجاند؟ نه نمیرنجاند. شوهر شونده مرا شما میشناسید؟ اگر این دامولای احمق رو گوید یعنی اگر یگان کاری خطا کرده ایستاده باشد مسئلهش رو بینم. نه لطفاً به او ضرر نرسانید. ذوق سیاه او بسیار آدم خوب است. با فکر ما رو دوست می‌دارید؟ نفهمیدم. این هم سوال است مگر یگان شخص با آدمی که دوستش نمی‌دارد آیله دار میشود؟ نه من او را دوست نمی‌دارم. این خیلی نیست. چی؟ نفهمیدم. پس چرا با او آیله دار میشوید خانم؟ چرا آن شخص رو با حسیات می‌آورید؟ من هیچ کس رو به حسیات نمی‌آورم. آخر او مرا دوست نمی‌دارد. او دامولای مسجد است و باید او با کسی آیله دار شود که در اطرافش است. چه؟ خودم را گم کردم. ای خودو بگیرم. خیلی مالش خانم من با این خیلی کارهای آمیخته سر و کار ندارم. مرا دیگر نمیبینی. اما من با شما یک چیز گویم. دامولا رو دوست دارید. آدم خوب میتوباید. شما نمیشوید. یک دقیقه ایستید من همش رو به شما شرح میدیم. شبتان خوش. اوف ذوق سیاه نروید ایستید نروید. ای با اینجا بیاید رفتی رفت. تمام ترسیدن در کار نیست. زهرا با ذوق سیاه عاشق است. اما حالا باشه زهرا رو با واسطه ذوق سیاه و دامولازی عاشق کردنم در کار. اما چه خیل چرا ترسم؟ آخر من ذوق سیاه هستم که با یکان راه حل میکنیم. در کار شود نقاب را میکشم کار حل میشود. چی کار کرده ایستادم دیوانوار. یه دو از اینجایی خود با خود گپ زدم.
шапаракҳои шабона кани фаҳмонед шабатон чӣ хел гузашт? бисёр хушҳолӣ кардем. ҳарчанд домулозиё каме нороҳат шуд. албатта нороҳат мешудааст. домулои масҷид дар он хел ҷойҳо чӣ кор мекунад охир? янга ӯ ҳам мисли инсонҳои дигар нафс дорад. намегузорад ки дар бораи шавҳаршавандааш гап занед. сами ин шаҳрро ба фикрам бисёр ёд кардаӣ. бисёр. ҳатто ин кӯча дар хобам даромада буд. ман аз ин хотир ба ин ҷо омаданро қарор додам. писарам, зебогии ин кӯча ҳам намондааст. дар гузашта ин кӯча бисёр зебо буд. мелис, ба фикрам имрӯз он қадар кори муҳиме надоштӣ, агар хоҳӣ ӯ ба сайру гашт барад. ҳеҷ мушкиле нест. ҳаво хуб аст. ту чӣ мегӯӣ? албатта мешавад. албатта агар мо кор намедоштем бо ту мерафтем. зуҳро, ту ҳам омадан мехоҳӣ? бобои эшонаш иҷозат намедиҳад. чӣ шуд ҷонам? шӯхӣ дорам. не, ҳатто дар ин хона шӯхӣ ҳам карда наметавонем. ҳеҷ кас шӯхиро намебардорад. шӯхӣ ҳам як ҷой дорад. охири шӯхӣ чӣ аст? ту бисёр хуб медонӣ. як шӯхиро такрор карда истодаӣ. акнун бас аст. ту ба падарат ягон гап зада наметавонӣ ку? ту маро дар муқобили падарат муҳофизат намекунӣ ку? офарин ба чӣ мегӯӣ ту? падарам рост мегӯяд. ҳамин хел фарух? ва ба фикрам зиё омад. фарида, ассалом. хуш омадӣ. ту чӣ кор дорӣ инҷо? хуш омадӣ. хуш бошед. иштиҳои том. хафа нашавед. шуморо нороҳат кардам. ин духтар кист? фарида, дӯсти мактабиам бобоҷон. ҳамин хел. хуш омадед духтарам. хуш бошед. нешида хонум, бинед меҳмон омад. ба ӯ ягон чиз биёред. дар асл вақти зиёд надорам. зуд масъаларо гӯям хуб мешавад. ман инҷо барои зуҳро омадам. барои ман? бале, ман дар телевизион кор мекунам ва мехостам дар бораи ишқи ғайриоддӣ як барнома кунам ва ту ба сарам омадӣ. агар қабул кунӣ. интихоби хуб кардаӣ. ошиқони замонавӣ. бале, ман ҳам аз ин хотир ба ин ҷо омадам. мелис нақл карда буд. ба фикрам танҳо шумо омадед дар ҳоле ки мавзӯъ дар бораи ишқи ғайриоддӣ буд. ман бояд то пагоҳ ин вазифаро тамом кунам. лутфан бо шавҳаршавандаатон ба ман кӯмак кунед. илтимос рад накунед. барои ман муҳим аст. ба суроғаи бисёр ҳам дуруст омадӣ духтарам. аз инҳо ишқи бисёр ҳам ғайриоддӣ ва бузург аст. зуҳро духтарам, ба масҷид равед. зиёро гирифта як ҷоя шуда кори дӯстатонро ҳал кунед. равед. шавкат, дар кӯчаҳо нагард. вазъиятамон он қадар хуб нест ҳоло. бародар, вақте ки ту ин хел мегӯӣ, яку якбора ғамгин шуда ба берун баромадан мехоҳам. дар хона дилам танг мешавад. ту маърака ба маърака бигарду, ман дар хона бишинам. майлашу бародар, охир левен дар ин ҷоҳо гашта истодааст. аз як тараф намик. гӯш кунӣ, ин намик ягон хубӣ мекунад ба ту. эгум ки намика, биё думуло мара қати севалҷо никоҳ кун. кордро бароварда ба шикама ду бор мезанам, баъд мебини ҳолатро. ба худо динане ки ҳамин севал ганда асабома вайрон кард. дига намефора бинемош. ту рафтан гир, ман кургон маш. бира майл шириноям безур. дар кӯчаҳо бисёр нагард. вассалом. салому алайкум. марҳамат думуло. ташаккур хонам. чие думуло? дӯстатон шавкат шикоят кардани нестаму, аммо хонам севал, чизе бошад равшан нақл кунед. илтимос ба ӯ фаҳмонед ки нисбати ман бо диққатона рафтор кунад. чӣ шуд? ягон кори хато кард? не, ягон кори хато накардаасту, аммо ман бо шахсе ба монанди ӯ не, монанди шумо бо як шахси бо имон оила барпо кардан мехоҳам. медонед, намик ба дилам зад. бо имон, ҳа? албатта хонам севал, рост мегӯед. ман бо шавкат гап мезанам. ба ҷои ӯ аз шумо бахшиш мепурсам. шумо ӯро хато фаҳмидед. шояд. домало, як дақиқа ба шумо як чиз меорам. ё худоё, ин духтар чӣ аҷоиб духтар. домало, ин барои шумо.
لطفاً کشوید. برای شما گفتم، برای تمامی خوبی‌هایی که برای من کردید. برای همه‌اش تشکر زیاد. خانم سیوال لازم نبود. هیچ گپ نه دومولا. زمستان هم آمد، هم گرم نگاه می‌دارد. سلامت باشید. تشکر زیاد. زهرا گردن بندی نم خریدی زیاد جان؟ نه وای خانم سیوال برای منتداری با من این رو خریده است. بخیر باشد. رحمت. این کس فریده. سلام علیکم. او روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون است. برنامه دارد در رادیو با نام عشق حقیقی. عشق ما رو میفهماند به همگان. چی میشود حالا نفهمیدم. یگان چیزی نفهمون است. یک چند سوال میپرسم شما جواب میدهید. تمام. عشق به زهرا داشتهتان را چخل میفهمونید؟ مانند شخصی که دیگر هیچ بر نمیگردد و رو انتظاری. چی خیلی؟ یعنی فکر میکنید که یک جای نمیشوید؟ نه اما شخصی رو که یک عمر منتظرش میشوی و او هرگز بر نمیگردد. این همه خیلی است. نمیدانم. با یک دامولا اویله دار میشوید. برای این طرز زندگی خودتان رو ترک میکنید. اگر با طرز زندگی یک دیگرمون دخالت نکنیم هم یک دیگر رو حرمت میکنیم. مثلا بر رفتارهایم بسیار دقت دادن را آغاز کردم. از آن چیزهایی که بعضیا پسند نیست پرهیز کردن را کوشش میکنم. زهرا جان خودت رو به دست گیر. مالش با یک کلمه عشقتان رو بیان کنید. آرزو صبر صبر نه حرمت باشد. چه خیلی که میدونید محبت هم میشود. بار اول عاشق شدنتان رو کی فهمیدید؟ خودم رو وقتی که تماما به خطر حس می‌کردم. کمی شرمیدید؟ بسیار حسیات عجیب. گویا حس میکنی که در دنیا یگان قوه به تو ضرر رساندن نمیتواند. یگان قوه. خودت رو تماما به خطر حس میکنی. اگر از روی طرز زندگیتون برای جدا شدن مجبور شوید، حیات خودتون رو ترک کرده، حیات او رو زنده میکنید. عشق این سوزنده است. اگر به کسی عاشق شوی که اون رو نمیشناسی. سلام علیکم بابی رج خوبی؟ مرا گفتی نمیگی؟ او ترا گفتم. میگن که همه دملوزیاتون یا آدم فریبگار راسته. تو چه ها میگویی؟ ادبی گپ نزایرد. این گپ همه نگفتم. تمام محله میگه که دملوزی های مرده که دیوسای. این گپ ها را از کجا میبروری؟ چه ها میگویی؟ من نگفتم. عروس شونده دملوز یا زورو از کو. یک زاغ سیاه دیگر در محله پیدا شده کو. اکه خلیل تو میدونی؟ زورو قطعی زاغ سیاه میگشته. پروتستیان نکن امیر. گناه تهمت بسیار عظیم است. گناه دختر را بگردن نگیر. البته که حقیقت تلخ است میگویند. استادم باز نفهمد. من بفهمه و دملوگی را بس کنه. یا شرمندگی ایزو میکشم که در این محله بگردم. یا خدایا، زهرا را برای دامولا من خواستگاری کردم.
به یکدیگرشان چنان به محبت نگاه میکنند که این روش سیاه میکنه. این نمیکچه همیشه بدخویی میکند. استادم گناه ندارد. طبیعت این آدم همین خیلی است. یک حیات تهمت میکند، دیگر کار ندارد. به هر دویتان تشکری زیاد میگویم. خواهش میکنم چیکار کردیم که نمیارزد. این به شما فایده میرسانده؟ بسیار، حتی زیادتر. تشکری زیاد. زهرا جان، ما هم باید خیزیم. به کارخانه دیر کردیم. معلش عزیزم. بله، من هم به مسجد روم. بسیار هم یک روزی زیبا شد سمی. بله، من هم بسیار خوشحالی کردم. این زهرا با اون شخص از کی باز یک جای است؟ دملو رو در نظر داری؟ آها. اونقدر دور نه، همین نزدیکی ها. یعنی عشق ناگهانی ها؟ به خدا همین طور. برای زهرا خوب شد. در کارخانه بند شده موندگی بود. اکنون به حیاتش رنگ در اومد، گفته خطا نمیکنیم. کدام کارخانه؟ زهرا کارخانه خودش رو دارد. ها درست. بله درست. چی میگویی اگر کارخانه رو زیارتی ناگهانه کنیم؟ میشود. چرا نه؟ بیا میرویم. چی میرویم؟ از اون کجا میگردیم؟ مایلش. شنیدم که زاغ سیاه با زهرا علاقه دارد. درست است؟ من به این باور نمی کنم، گرچنده که مردم میگویند. این همه تهمت است که بر دامولا بستند. عیب است، گناه است. من شنیدم را گفتم. یا توبه. سلین، دامولا زیو به سوالهای عاشقی بسیار زیبا جواب داد ها؟ او از تولدش این خیلی قابلیت داشته است، هیچ عیان نمی کند. با خدا آفرین. در حقیقت عالی جناب بود. من حتی اینقدرش رو انتظار نبودم. با تو یک چیز رو گویم، اگر او این طور نقش بازی نمی کرد من کایها خودم رو بای می دادم. ما آمدیم. خوش آمدیم. سلام، چی خبر است؟ ببین ما دست خالی ناومدیم. خوش آمدید. تشکر. کارخانه اتون بسیار هم زیبا بوده است، معقول شد. رحمت جانم. معلوم بود که زهرا یک معمار بسیار عالی جناب میشود. رسم‌هایش عالی جناب بود. اوه شرمندم نکن. رنگ اینجا بسیار موافق آمده است، معقول شد به خدا. اگر یگان کس آمده اینجا را بیند خودش پیشنهاد همکاری میکند. بس کن تعریف رو. تشکر. زهرا اولین روزی با سیر و گشت رفتنمون رو در یاد داری؟ او لباس ما رو تو انتخاب کرده بودی کو؟ تو کو در انتخاب رنگ همه وقت عالی جناب هستی زهرا جان. در یاد دارم. سلام زهرا جان. خوش آمدی زیو. این چه سورپریزی زیبا. امروز به فکرم روزی سورپریز ها بوده است. وقت زیاد ندارم، موندن نمیتوانم، متاسفانه. خوش آمدی زیاد الله. خوش باشی سمی یوسف. اگر ناراحت نکنم یک چیز رو صحبت کرده میتوانم زهرا؟ البته، با اجازت شما. زهرا را کمی از شما دور میکنم، خفه نشوید. خانم زهرا، شما گفتید که با سمی یگان علاقه ندارید. دامولا، من برای شما دروغ گفته بازی کرده ایستادم، اما شما با من باور نکرده ایستادید. دامولا، این چه خیلی گپ؟ البته که باور دارم. این خیلی باشه چرا درباره سمی به من هیچ چیز نگفتید؟ چون که علاقه ندارم. چه خیلی نداره؟ اولین روز سیر و گشتمان میگوید. دامولا، یک بار به قهوه خانه رفتیم، به قهوه نوشید. یک بار. اول اخرش همین است. گوش کنید، این به من تعلق ندارد، این حیات شخصی شماست. اما چیزی که به من تعلق دارد این است که از این من خبر ندارم. دیگر باز کی میداند این را؟ عجبا. نه فهمو، همه میداند، یک من نمیدانم. خانم لطفاً گوش کنید، لطفاً از سمی دور شوید. بخشش، شما از سیول کی دور میشوید؟ این حالا با موضوع ما چی دخل داره؟ دخل دارد که میگویم. چه علاقه داشت از گوید؟ من هم دانم. داملو، بیایید این رو به یک طرف بذاریم. خیر مالش، از آن زاویه سیاه هم دور شدنتون رو خواهش میکنم. با جای آنکه ذکر خدا رو کنند در مسجد هم از زاویه سیاه و زهرا میگویند. آدم و دیوانه شدن مگر این خیلی چیز درست است؟ با شخصی که من باری هم ندیدم چه خیلی بین ما علاقه میشود؟ سمی؟ اما روی سمی رو میبینید. باز به اول برگشتیم ها؟
گوش کنید زهرا، اگر شما با او نگاه نکنید او با شما این خیلی رفتار نمیکنه. گپای گفته اتان رو گوش هایتان فهمیده ایستاده است. مرا تحقیر نکنید، فهمو؟ من شما را تأخیر نکردم. کرده ایستادید. چی خیلی گپ ها؟ ایچی معنی دارد؟ مگر این خیلی رفتار کردن رو من به سمیر اجازه میدهم؟ من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ با شما وضعیت رو فهمونده ایستادم. یک بار به قهوه خانه رفتیم. زمانی که کودک بودیم گفتم این رو گفتم. دنبالو گوش کنید. این بازی برای هر دوی ما بسیار مشکل است، میدونید. اما یک روز یگان کس از این بازی ما خبردار می شود و واقعه را به همگان می من نمیخواهم. من این کار رو نمیخواهم. هیچی خیلی گپ نمیخواهم. چی خیلی اینقدر باور میکنید ببخشید. مایلش دنبالا هستید، طرز زندگیتون دیگر است میفهمم، اما در نتیجه شما هم انسان هستید. یک روز یگان زن به شما معقول میشود. اون زن سیوه شده میتواند، دیگر زن شده میتواند. نمیشود، چون که صاحب یگانه قلب من توی. لطفاً دنبالو بس کنید، موضوع رو میپوشیم. من از شما یک خواهش دارم. اگر حتی چنین هم باشد لطفاً به وعده دادتان وفا کنید و مرا در نیمه راه نگذارید. نقطه. این آخران گفته ما با شما شود. خانم زهرا، گوش کنید، من بارها گفتم که من شما را در نیمه راه نمیگذارم. تشکر زیاد. با اجازت شما. البته. علیکم سلام. من از امنیت کمیسر هستم. یک تحقیقات برده ایستادم. درباره یک طلبه کهنه شما یک چند سوال میپرسم. مرحمت. اما من نو تعیین شدم. با شما کمک کردن نمیتوانم. نباشد درباره کلتکیل است. یگان معلومات نداره یا که درباره خواهر گم شده او؟ خدایم چرا اینقدر من بی‌طالعم؟ شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر رونال گفت که یک خبر تجلی را به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر، تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکن شوکت. دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نموده. کجا برم؟ بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش را یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، مایده به شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که حجت در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیل باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کند وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چی معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه همیخیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در ستولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیکی چی میشه؟ برادر ایسو با کجا میروی؟ تسلیم نشوی؟ با ما در اینجا چی کار میکنیم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟
اون خودش رو با عقل فکر میکند، اما با کالتکله شوخی کردنش رو با اون نشان میدهم. با خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار نیست شوکت. نقشه عادتی کلاس همین است. بوجت دیوانه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاهمو در این گونه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شахمت بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر رونالد در این حال باشد گروهش را جمع کرده با آنها صحبت دارد. رفته تسلیم نشدن من رو میدانستنی است. کالتکلسی که من میدانم آمده با پای خودش تسلیم نمیشود، اما خواه و ناخواه این حجت را گرفتن میخواهد. حالا باشد و فکر میکند که من رفته از شعبه پلیس حجت ها را میدوزم. از همین سبب شوکت حجت ها رو در شعبه پلیس نه، احتمال کلان در کشک خانهش پنهان کرده است. آدمان در حالی که تو رو در شعبه انتظارم، تو به خانه در اومده حجت رو گرفته میآیند. بزرگان چی گفتن؟ شکارچی ده گپ نیست. وای کالتکلاس. همه رو تفتیش کردی؟ سردارم خاطر نشید، من و همه همین شیر بچه ها به خدمت تیاریم. بیا کالتکلاس، بیا کنون. سردارم یکی کالتکلاس از نقشه پروفسیونل شما آگاه شده باشد. آخر شما او را یک بار بعدم افتونده بودید تو. او آدم بیعقل نیست. کالتکلاس هم آدم اندک مندک نیسته که سردار. چی میگویی آدم احمق؟ او عقل دردمون نداره. این تر نگه سردارم، عقل شما رو برزگاه ندارد. من در خانه میروم. کالتکلاس در خانه بودن حجت رو تخمین کردنش ممکن. گوش کنید، بسیار هوشیار باشه. فهمو؟ خطا نکنه نمیبخشم. هوشیار باشه. روید از پس کارتون شوید. بریم بچو. سردارم آخران سوالم رو پرسم. پرس. اما وعده دیت که غضبناک نمیشوید. اوف لبین نمیشوم. پرس. سردارم به فکر من زاغسیا کالتکلاس نه شوکت است. شوکت؟ بله سردارم. پسرم چشم داریم، شوکت آخر مرد قد پست است. لیکن سردارم نقاب میپوشد. به فکر من وقتی که نقاب میپوشد قد شوکت دراز میشود. لبین اوف پیش درو به خانه میروم. در رو کشم. رفته. جواب ده هلیش، جواب ده. عزیزم ها هله حاضر تمامی در و تریزه ها را محکم کن. اون حال چه شده است و دست مرا ترساندی؟ عزیزم یگان جای ترسش نیست. من که میپس در خانه میشوم. تو حالا در کجایی؟ در راهم آمده ایستادم. آمدم بعد گم میزنم. گفتم را کن لطفاً. مایلش با دقت باش، در نهایی که در هراس افتیدم.
خدایا یگان چیزی بد نشوده. اونال جواب ده. لبای الو اونال در خونه کسی هست. بسیار ترسیده ایستادم. در کریدور ولی آرام باش. مایلش از خونه زود برو. زود برو. من زود می آیم. مایلش چی شده ایستاده است؟ جانم در همینجا انتظار اونال چی شده ایستاده است؟ من میترسم. بعد میفهمونم عزیزم. رفتیم لبند. خواهرم